مقامات تاجیکستان میگویند پیوندان و ҳамсоягони گulmurod ҳалимов تلاش داشتند به افغانستان بروند و از آنجا به سفی گروهی тундрави давлати اسلامی بپیوندند. به گفته مقامات این افراد خواستند از طریق منطقه چوبک ناحیه همدانی ناحیه هممرز با افغانستان به این کشور بروند. یک منبع از مقامات انتظامی روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت نسیم رحمتوف همدیهه گulmurod ҳалимов ظاهرا با یک عضو گروه دولت اسلامی در افغانستان در ارتباط بوده است و خشواندان و ҳамсоягони فرمانده فراری را به کشور همسایه هدایت کرده است. تماس با این فرد را برادرزاده حلیموف که در ادیگه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد برقرار کرده است. به گفته منابع رادیو آزادی چون برادران حلیموف تحت نظارت قرار داشتند، آنها علاقه های خود را با واسطه نسیم رحمتوف که از خویشان دور و همدهگان آنها بود براه ماندند. وقتی برادرزاده آنها استرداد شد، آنها ترسیدند که فاش میشوند. از افغانستان نفره که حالا نامش به تفتیشات معلوم نیست آنها را راه نشان دادند، گفت او. مصاحب رادیو آزادی گفت پس از نصف روز 4 ایول اینها در 2 ماشین و علاهیدگی به راه برآمدند. به گفته منابع رادیو آزادی کارمندان ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از این نقشه آگاه شده آنها را پیگیری کردند. یک منبع دیگری رادیو آزادی گفت که اینها وارد ناحیه واسع شده با زیر کوه نمک که راهی کم آدم است به سمت چوبک ناحیه همدانی ره سپار شدند که کمی دورتر از دهه عبرتی کارمندان پلیس پیش راهی آنها را گرفتند. اما به گفته منابع رادیو آزادی آنها مقابلیت نموده تلاش فرار از جای حادثه را کردند. در نتیجه سلطانمراد حلیموف برادر 53 ساله گulmurod ҳалимов که گفته می شود زیر رهبری او نزدیکانش تصمیمی به افغانستان رفتن را داشتند در زد و خورد با ماموران امنیتی کشته شدند. سلطانمراد ҳалимов تا پیوستن برادرش به گروه دولت اسلامی در مکتب دهه دره فانی آموزگار بود. مقامات انتظامی از جمله وزارت امور داخلی تاکنون درباره مناقشه در ناحیه واسع خبری نشر نکردند و از دادن اطلاعات در این باره خودداری می‌ورزند.